چشماتو باز کن. نمیر بابا یه کاری بکن. ببخش دخترم. نمیر بابا چی کار میکنی؟ نه نمیر. همش به خاطر شماست. همش تقصیر ایناست. همش تقصیر ایناست. همش تقصیر ایناست. همه این اتفاق به خاطر ایناست. تقصیر ایناست. این دختر کجا رفت؟ همش تقصیر ایناست. همش به خاطر این چیزاست. وای این چه شده؟ تقصیر ایناست. همش به خاطر ایناست. جمره سب کن. داری چی کار میکنی؟ برم کن. به خاطر اینکه من این چیزای مزخرف رو میخواستم. مامان و بابا آروم باش جمره. بابام به خاطر اینکه من اینا رو میخواستم خودشو کشت. نمیخوام. جمره برم کن. همش به خاطر ایناست. به خاطر من مردم. برم کن. دست سرم بردار. دیگه طاقت ندارم. گریه نکن. دیگه طاقت ندارم. مامان من میخوام بمیرم. مامان جمره مامانم میخوام بمیرم. میبینی چی کار کردن؟ همین روزا اینجا رو آتیش میزنن. کی این کارو کرده؟ کی؟ وای نگاه کن لباسایی به این قشنگی و سوزوندن. میبینی چقدر اینا قدر نشناسن؟ این روزایی که بدون لباس. توبه استغفرالله. نریمان خانم شاید این کار از طرفی خوب بوده. یعنی شاید این کار باعث شده آرامشش بیشتر باشه یا خودش رو اینطوری تخلیه کرده باشه. تو حیات پانسیون من هیچ کس حق نداره با سوزوندن این چیزا خودش رو تخلیه کنه. این کار وحشیگریه. هدیه خانم، هدیه. تو میدونی کی اینا رو سوزونده؟ نه نریمان خانم من خواب بودم ندیدم. حقوق دولت رو میگیری که بخوری یا بخوابی؟ این چه وضعیه؟ اینجا رو تمیز کن ببینم. این اگه یه کاری بود حتما با بیرحمی هممون همراه این لباسا آتیش میزد. به خدا باور نمی کنی؟ انگار من نگهبان شیفت شبم. هدیه خانم مدیریت کار سختیه. اونم داره وظیفه‌شو انجام میده. آره راست میگی. خسته نباشی. سلامت باشی. ای بابا اوف. این یکی هم تموم شد. حالا چجوری با این ریخت و قیافه برم مدرسه؟ به خدا اگه منم ریخت تو رو داشتم پامو از در بیرون نمیذاشتم. خفه شو تو. تو اون چیزایی که سوزوندی لوازم آرایشم بود؟ اوه تو حیاتو به این روز در آوردی؟ چی کار کردی؟ آفرین دختر داره ازت خوشم میاد.
الان این میره زود چغالیشو پیش نریمان خانوم میکنه. ساغر اگه بفهمم همچین کاری کردی یه کتک جانانه میخوری. ای بابا چرا باید همچین کاری بکنم؟ من خبرچی نیستم. مارال میتونم از تلفنت استفاده کنم؟ این دیگه چیه؟ پول شارژت. فکر خوبیه. ممنون. یاد بگیرین دخترا، از این به بعد تلفن پولیه. الو. الو. بشرا، منم. ایلول، حالت خوبه؟ من خوبم خواهر جون، ولی مامان دیروز خورد زمین، لبش خون اومد. چجوری خورد زمین؟ با عمو کمال تو آشپزخونه بودن، بعدش نمیدونم چی شد که مامان خورد زمین و صورتش خورد به لبه میز. لبش خیلی خون اومد، واسه اینکه چرک نکنه بهش پماد زدیم. عمو کمال و مامان داشتن دعوا میکردن؟ آره تو آشپزخونه داشتن بحث میکردن. گوشی بده مامان. باشه. مامان، آبجی زنگ زده، باهات کار داره میاد. بیا. ایلول دخترم. مامان، کمال کتکت زده؟ راستشو بگو، مردی که اذیتت میکنه؟ نه، چیز مهمی نبود. خوردم زمین. تو خوبی؟ دخترم عزیزم. جمره، میشه با هم صحبت کنیم؟ ما رفتیم رفیق. جوری رفتار میکنن انگار دوستای منن. چون که واقعا دوستاتم. نه خیر، نیستم. من هیچ دوستی ندارم. اون لباسا رو تو سوزوندی جمره؟ بله. با سوزوندن خاطراتت نمیتونی ازشون خلاص بشی. خاطرات هر چقدر تلخ باشن جزئی از ما باقی میمونن. مطمئن باش مادر و پدرت اگر زنده بودن دوست داشتن تو شاد باشی. اگه تو رو اینجوری میدیدن خیلی ناراحت میشدن، نه؟ زندگی ادامه داره. باید با این تلخی‌ها کنار بیای و به زندگیت ادامه بدی. پدر تو مادر تو با تیر زده بعدش هم خودشو بکشه؟ نه. پس واسه من نسخه نپیچ. الان میام. چه خبر؟ وای، خبر خیر. شما چه خبر؟ شنیدم اون شبی که قرار بوده برین سینما با اینا افتاده بودین زندان.